محمد صلاح در باشگاه چلسی، انگلیس از سال 2014 تا 2016 بازی کرد. در این دوران او با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو شد. در زیر به برخی از نکات مهم درباره دوران او در چلسی اشاره می‌کنم. آمار و عملکرد، بازی‌ها و گل‌ها. صلاح در چلسی در مجموع 13 بازی انجام داد و موفق به زدن 2 گل شد. به دلیل رقابت شدید در ترکیب اصلی، او نتوانست به طور مداوم در زمین بازی باشد. قرضی به باشگاه‌های دیگر به دلیل عدم بازی منظم. صلاح در ژانویه 2015 به صورت قرضی به فیورنتینا منتقل شد و سپس در تابستان 2015 به روم رفت. در این دو باشگاه او عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست مهارت‌های خود را به نمایش بگذارد. نکات مهم: چالش‌های اولیه. در چلسی، صلاح با رقابت زیاد در خط حمله و شرایط دشوار برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی مواجه شد. این موضوع باعث شد که او نتواند به خوبی در این تیم جا بیفتد. رشد در باشگاه‌های قرضی. دوران قرضی او در فیورنتینا و سپس روم به او کمک کرد تا تجربه بیشتری کسب کند و در نهایت به یک بازیکن کلیدی در سطح بالای فوتبال تبدیل شود. نتیجه گیری: دوران محمد صلاح در چلسی به عنوان یک مرحله یادگیری و رشد در نظر گرفته می شود که به او کمک کرد تا در آینده. محمد صلاح در دوران حضورش در باشگاه روم از سال 2016 تا 2017 موفق به کسب افتخارات زیر شد: مقام سوم لیگ سری آ 20 16 20 17. صلاح با روم در این فصل به مقام سوم لیگ سری آ دست یافت و عملکرد قابل توجهی را از خود به نمایش گذاشت. نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 20 17 20 18. اگرچه این افتخار به طور مستقیم به دوران حضور او در روم مربوط نمی شود، اما صلاح در فصل 20 17 20 18 به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی این تیم در راه رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نقش مهمی ایفا کرد. جایزه بهترین بازیکن سری آ 2017. صلاح به عنوان بهترین بازیکن لیگ سری آ در سال 2017 انتخاب شد که نشان دهنده تاثیرگذاری و عملکرد عالی او در این فصل است. این افتخارات نشان دهنده تأثیر مثبت محمد صلاح در روم و توانایی‌های بالای او در زمینه فوتبال است. محمد صلاح از سال 2017 به تیم لیورپول پیوست و در این باشگاه به یکی از بزرگترین ستاره‌های فوتبال جهان تبدیل شده است. در زیر به برخی از جنبه‌های کلیدی دوران او در لیورپول اشاره می‌کنم: آمار و عملکرد. گلزنی: صلاح در فصل اول خود 20 17 20 18 در لیگ برتر انگلیس 32 گل زد و رکورد بیشترین گلزده در یک فصل 38 بازی را شکست. او در مجموع بیش از 130 گل برای لیورپول در تمامی رقابت‌ها به ثمر رسانده است. پاس گل: صلاح همچنین به عنوان یک باسور عالی شناخته می‌شود و در کنار گلزنی تعداد زیادی پاس گل نیز ارائه داده است. افتخارات: محمد صلاح در دوران حضورش در لیورپول موفق به کسب چندین عنوان قهرمانی و جوایز فردی شده است. لیگ قهرمانان اروپا 2019. لیورپول در این مسابقات به قهرمانی رسید و صلاح در فینال بازی کرد. لیگ برتر انگلیس 2020. لیورپول پس از 30 سال موفق به کسب قهرمانی در این لیگ شد. سوپرکاپ یوفا 2019. جام جهانی باشگاه‌ها 2019. کفش طلای لیگ برتر 2018 2019 2022. صلاح به عنوان برترین گلزن لیگ برتر در این سالها شناخته شد. بهترین بازیکن لیگ برتر 2018. سبک بازی: صلاح به خاطر سرعت، تکنیک و توانایی در گلزنی شناخته می شود. او معمولاً به عنوان وینگر راست یا مهاجم مرکزی بازی می کند و توانایی بالایی در ایجاد موقعیت‌های گلزنی برای خود و هم‌تیمی دارد. تأثیر اجتماعی: محمد صلاح نه تنها به عنوان یک ورزشکار بلکه به عنوان یک الگو در جوامع عربی و مسلمان شناخته می شود. او به خاطر فعالیت‌های خیریه‌اش و حمایت از جوانان در مصر و دیگر نقاط جهان شهرت دارد. نتیجه گیری: دوران حضور محمد صلاح در لیورپول به عنوان یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین دوران‌های حرفه‌ای او شناخته می شود و او به یکی از نمادهای این باشگاه تبدیل شده است.